اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالت اليهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. یهود گفتن که دست خدا بسته است. قالت اليهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. غلت ایدیهم، دستتون بسته باد. و لعنوا بما قالوا، و لعنت شدید برای آنچه گفتید. موضوع این ویدیو یک چکیده است از 4 ویدیو گذشته و یک ویدیو هم که حدود 7-8 ماه پیش بوده. اینجا ما چکیدهشو میخوایم به صورت متبلور شده و منسجم خدمت شما عرض بکنیم. و در اینجا و ما دهنمون کف کرده و گلومون پاره شده و فکمون در رفته برای باز کردن این قضیه و پیچیدگی این قضیه و اینکه این یکی از و احتمالاً پلیدترین و پیچیده ترین حیله هایی که یهود در طول تاریخ به کار برده و بسیار به کار برده حیله و فقط هم با حیله کارشو پیش برده. این بنده فکر میکنم بزرگترین حیله‌ایه که زده که به خودش برخواهد گشت انشاءالله. در اینجا من زیاد توضیح نمیدم راجع به صحبت هایی که میکنم، توضیح نمیدم برای اینکه تو ویدیوهای گذشته، در 4 ویدیو گذشته، از بوی پنیر میآید تا افق واقعه و سیاه چاله و یگان 8200 و یه ویدیوی هم هست در مورد آشتی عربستان که خیلی وقت پیش. اینا همش به همدیگه ارتباط پیدا میکنه. اینا رو بایستی کسی گوش داده باشه تا دیگه بنده اینجا توضیحات تکرار مکررات نکنم. اینجا پیش برم فقط نکات اصلی رو خدمت شما عرضه کنم و در آخرش هم یک صحبت خصوصی داریم با این نژاد افعی و این شجره ملعونه و این یهود ملعون که همونطوری که دیدیم که در آیه که از قرآن خوندم، بنده از خودم صحبت نمی کنم. مسئله یهود ستیزی و فحاشی نیست و این که میگن یهود ستیزی یهود ستیز ترین کتاب هایی که بنده مطالعه کردم قرآن کریم هست، انجیل هست و تورات هست. انجیل و تورات که گفتن تحریف شد و اون 2000 خورده سفر رو هر کی بوده گفته گذاشتن کنار. قرآن هم که حالا دیگه اون دیگه هیچ چیز راجع به اون کاری نداریم، ما صحبتی نمی کنیم. ولی اونایی که گذاشتن کنار، آقا بی خیال اونا. این چه کلک خوبی زدن که هیچ کس متوجه نشه که داستان یهود چیه. بذارید کنار، تحریف شده. حالا کجا گفته شده بنده باید پیدا کنم. حالا ما میایم راجع به این قضایی صحبت میکنیم که چیه کل این داستان طوفان الاقصی و عواقبش و مصائبی که به وجود آورده چیه و کجا داره میره. یک، این که یهود خودش رو به خواب زد. نقطه. یهود خودش رو به خواب زد و اجازه داد که طوفان الاقصی انجام بشه که بهانه‌ای باشه برای آغاز جنگی که پیامبر عظیم الشأنمون در موردش صحبت میکنه، ملحمه.
و زمین سازی برای برپایی معبد سلیمان. این داستانش اینه. حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ این معبدیون اومدن یه شاهکاری زدن. معبدیون هم بنده فکر کنم دفعه 56 البته توضیحش رو در یه چیپی گذاشتم، به دست کسی دادم و به موقع خاص خودش پخش میشه. ولی این قضیه معبدیون رو من فقط خیلی عادی به شما میگم که ساختار یهود، جهانی یهود و تاریخیش یک مثلثیه. در بالاش گروهی هستن که بنده به اونا میگم نفلگان. یه گروهی هستن در این گوشه پایین مثلث دست راست، من بهشون میگم معبدیون. و یک گروهی هم هستن طرف چپ، تو این گوشه مثلث طرف چپ، که بنده بهشون میگم بابلیون. بنابراین این یهود اینجوری که شما میبینید یه یهود نیست. و اینم چیزی خبر نداره حالا داستان چیه، یا حالا الله اعلم. اینها وقتی میگم که شاهکار معبدیون بود، به خاطر اینکه اینا با همدیگه اختلاف دشمنی شدیدی دارن و در قرآن عظیم و شان هم میفرمایند که و القینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامه. و القینا قرار دادیم بینهم، بین یهود، این عداوتن دشمنی، و البغضاء و کینه، تا روز قیامت. هم هیچکی زیاد چیزی نه. داستان چیه؟ بینهم یعنی چی؟ داستانش چیه؟ این بینهم چه یهودیه که این خداوند میگه والغینا؟ اولا سوره 64 آیه مبارکه مائده رو احتمالاً یکی از مهمترین سوره ها در مورد یک مجموعه بسیار خلاصه از یهود رو گفته و در جاهای دیگه قرآن هم که بفوفور. ولی اینجا یک چکیده ای رو خداوند در اینجا نهاده که یکی بخشی از این آیه و اون و قالت الیهود که من خدمت شما خوندم، اون هم در همون آیه، در همون سوره مبارکه و از همون آیه هست و در اون آیه صحبت‌های دیگه هم میکنه. این آیه 64 رو بخونید، مطالعه کنید، تدبر کنید، دنبالش برید. در هر صورت والغینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامه. بنابراین یهود گروه‌هایی هستند که هیچ کس هم نمیتونه میگن یهود تموم شد رفت. صهیونیسم اینطور نیست. این معبدیون. حالا برگردیم سر این قضیه. من نمیخوام توضیح بدم اصلا، برای اینکه والا طولانی میشه. یهود معبدیون اومدن یه شاهکاری زدند آقا سر همین طوفان الاقصی و در این شرایط زمانی که ما هستیم اومدن شاهکاری زدن. اینا اولندش که دلایلی داره. یکی این که متوجه شدن ایران داره به قله نزدیک میشه، همونطور که حضرت آقا فرمودن، ما متوجه شدن. یکی دیگه این که شرایط آخر زمان و شرایط لازم و کافی که اینا لازم داشتن
شرط لازم و کافی که لازم داشتن فراهم کردند. یعنی اینا رسیدن به اون، فکر کردن که رسیدن به اونجا که باید برسن و جنگشون هم شدت گرفته بین خودشون و اینا اومدن یه شاهکاری زدند. یعنی چند تا شاهکار زدن، ما حالا خدمت شما عرض میکنم. یکی اینکه این تئوری هن و هن افتادن اسرائیل رو اومدن حلش کردن. خانواده روثشایلد با سرازیر کردن سیلی از پول و امکانات دیگه این قضیه هن و هن افتادن تئوری اسرائیل رو حلش کردن. این چیه؟ هن و هنش اینه که همیشه همه اینطور فکر میکردن که اسرائیل نمیتونه وارد جنگ طولانی بشه و درست هم فکر میکردن، نه که اشتباه بکنن. تو اونا صبح که بالا میشن تا شب این گروه نژاد عفوی در فکر اینن که چجوری به جنگ خداوند برن. اومدن این مسئله رو حلش کردن. اسرائیل الان بسیج عمومی دادند و این نتانیاهو همش صحبت از این میکنه که حالا جنگه. خیلی عجیبه تو اسرائیل این حرفو بزنن، خیلی عجیبه ها، چون اینا میخوان مردم دنیا یهودی‌ها رو بیارن اینجا بگن اینجا صلح و امنیت هست، ولی میگه حالا جنگه. ببینید چه دنیای ما داریم با چی نگاه میکنیم. اگر کسی زاویه دیدش صحیح باشه ببینید چجوری متوجه باسی بشه که عجب چیز عجیبیه. نتانیاهو داره میگه من با تا غزه همه فقط چادرنشینا میتونن اونجا زندگی، یعنی میخواد تبدیل کنه به شهر چادرنشینا. حالا جنگه و میگه علنا میگه باید رصد بشه تا ببینید که میگه. اینجا که جای کسی چیزی صحبتی نمیکنه، من بنده ندیدم. میگه این جنگ طولانیه و من این جمله جنگ طولانی من یه بار دیگه قبلا هم شنیدم. بعد از سپتامبر 11 این جورج بوش پسر دقیقا همین حرفو زد، گفت 10 تا 15 سال و بلکه بیشتر طول خواهد کشید این جنگی که آغاز شد. اینا کردن داشت که یه لحظه فهم کرده چی جنگی رو. اولا که اون که حالا یهود زد و همه صفر تا صدش یهود بود، ولی به اون کلام کاری نداریم. حالا بیایم فرض کنیم که مثلا یه 4 تا یارو توی غار و یه سری از این نفهمای القاعده و اینا این کاری کردن. خب میره اونجا افغانستان هم که دیگه عقب افتاده ترین کشور، جزو عقب افتاده ترین بدبختا، فقیرترین، اونم به خاطر لطف شما بوده، امریکا بوده و یهود بوده که درب داغون کردید اون کشور رو، عصر حجریش کردید. چه چیزی بس 10 سال طول بکشه. یه حمله شده اونجا، بن لادن بوده، تموم میشه میره دیگه. ببینید داشت کد میداد، شخصا متوجه نمیشه داستان چیه. حالا اومدن زدن تو هم میری اونجا فوقش، یا میری تو که امریکایی یا خیلی چیز دیگه، میری اونجا و افغانستان هم که چیزی نیست و میری یه روزه که واقعا هم هیچی نبود رفتی اونجا تمومش میکنی میاد. یعنی چی طولانیه و 10 سال 15 سال و بلکه بیشتر. بنابراین من قبلا هم شنیدم، این دومین باریه که بنده اینو شنیدم. یه شاهکار دیگه که زدن، این شاهکار اولشون بود. یعنی که اسرائیل اومدن وارد جنگ نهایی کردن، هیچ که هم متوجه نیست. داستان جنگ ملحمه است و ایجاد زمین سازی برای معبد، برپای معبده. به خاطر اینه که این حرفا رو میزنه. یه شاهکار دیگه هم زدن اینا. شاهکار بعدشون این بود که اومدن، ببینید این نتانیاهو همه باید متوجه بشن یه پادوه برای یهود بین الملل، برای معبدیون. یه آدمی پادوه گذاشتنش اونجا کارشون انجام بده براش. همه مثلا این نتانیاهو کاره ایه. نه، اینو گفتن دیدن که آدم لجن و بی پدر و مادر و آدم کشیه، اینو انتخاب کردن. این نتانیاهو از اول عمرش تو این کارا بوده، حالا به داستان نتانیاهو کاری نداریم. اینو آوردن، این یه پادوشونه، آوردن دست این آقا رو گذاشتن توی حنا، یا بهتر بگیم گذاشتن زیر ساتور. چطوری؟
الان اگر نتانیاهو این جنگ رو متوقف کنه، نتانیاهو بیش از چند هفته‌ای نمیتونه سر کار بمونه و اون وقت حالا چه دنباله هایی داره، یعنی پدرش در خواهد اومد. نتانیاهو نمیتونه این جنگو پایان بده، نمیتونه، اصلا بخوادم نمیتونه، برای اینکه بیچاره میشه. حالا خدمت شما عرض میکنم که چطوریه که اینطور میشه. و اون وقت نتانیاهو که بیچاره میشه، هیچی، معبدیون هم یا حذف میشن یا تضعیف میشن، بیشتر تضعیف میشن، حذف بشو که نیستن، تضعیف میشن. چرا به این شکله؟ به خاطر اینکه این نتانیاهو اولا در زمان دوران این، قبلش که دیدیم چه خبر بود اونجا، چون نتانیاهو علتی اون داستانایی که بودش که تظاهرات که تو چیز بود، میخواست قوانین اسرائیل تغییر بده که این چون خیلی جرما علیهش هست، مثلا قوانین تغییر کنه و اینو هیچ کاری نتونن بکنن، که حالا اومد که حالا دیگه داستان اصلا یه پیچی خوردش که دیگه گره خورد که دیگه اصلا گره کوره. اولا بزرگترین کشتار در اسرائیل انجام شد که البته خود اسرائیل انجام داد، بیشتر 70%ش خود اسرائیل انجام داد، کشته سازی کرد. مثل تو ایران میامدن کشته سازی تو مهسا و نمیدونم غیره، اینا خودشون میزنن یا اون ندا آقا سلطان میزنن کشته رو ببرن بالا، خونو زیاد بکنن که تشنج زیاد بشه و بهانه ایجاد بشه. در هر صورت اونجا هم خود اسرائیل مردم یهود رو زد کشت، 70%شون رو خود اسرائیل زد کشت. اما در هر صورت حالا کاری به جزئیاتش نداریم، بزرگترین کشتار در تاریخ اسرائیل انجام شد، 1200 نفر در عرض 3-4 ساعت کشته شدند. اینجوری که ادعا میکنن، حالا به دروغ هم ادعا میکنن که آره از زمان هولوکاستی همچی چیزی نشد، اصلا هولوکاستی وجود نداشته بگه بشه یا نشه، اما حالا مقایسه میکنه. در هر صورت این الان جا افتاده که اینا اومدن یه همچین اتفاقی افتاده که این همه آدم کشته شدن. بعد بزرگترین قصابی تاریخ در برابر تلویزیون ها و در برابر رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی انجام شده، بلا شک بزرگترین قصابی تاریخ. در برابر چی؟ اگه در گذشته انجام شده کسی ثبت نمی‌گرده، ولی الان در برابر چشم همگان، یعنی بی‌نظیر در تاریخ، کاملا بی‌نظیر، شبیهش هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده، هیچ وقت یه همچین چیزی نبوده. و اومده بزرگترین شکست اطلاعاتی رو خورده در زمان نتانیاهو. به خاطر همینه که حضرت آقا میفرمایند که چی؟ یک ترمیم ناپذیره. فکر می‌کنید چرا ایشون این حرف رو میفرمایند؟ چون ترمیم ناپذیره. بعد اومده ببینید چطور شده، اسرائیل بر یک فرض کاذبی خودشون نگه داشته، کاملا کاذب، مثل آدمی که هیچ پول نداره، با یه چیزی میگن که صورتشو با سیلی سرخ کرده، خانه عنکبوتیه، خودشون هم میدونن، حالا وارد اون اصلا نمیشم چرا اینطوریه، ولی اومده با ایجاد فرض کاذب از طریق همه رسانه‌ها، همه قدرتایی که در دستش هست، که اسرائیل شکست ناپذیره. هلو، یعنی هیچ کی خبر نداره. یکی مظلوم نمایی اسرائیل در طول تاریخ هم بوده، الان هم بوده، همش میگه ما رو میخوان بزنن و بکشن. در روسیه پوگروم، در آلمان هولوکاست، ایران میخواد ما رو نابود کنه، فلسطینی ها میخوان ما رو بریزن تو دریا، الان هم دور تا دورمون دشمنامون ما رو گرفتن، تروریست ها ما رو میخواد. مظلوم نمایی. بنابراین یکی شکست ناپذیریشه، یکی مظلوم نماییشه، یکی هم امن بودن اسرائیله که به این طریق بتونن یهودی دیگه بلندشن بیان اینجا مهاجرت کنن. هر سه تا اینا رفته رو هوا. اون فرض کاذب کاملا محو شده.
میگن ترمیم ناپذیره، منظور اینه. خیلی ها دوزاری اصلا ندارن که بیفته، ولی اونم که دارن کجه. ماشاءالله یه عده بسیار زیادی هم متوجه شدن. ترمیم ناپذیر یعنی اینا رفت رو هوا، شکست ناپذیری، مظلوم نمایی، امن بودن اسرائیل. ببینید اینا چه کارایی میکردن و اینکه سیستم اطلاعاتی اسرائیل بهترینه در دنیا. و من قبلا توضیح دادم، همینجا متوقف میشن. حالا ببینیم که اهداف این قضیه چی بوده. این ماجرایی که اینا درست کردن با جرقه طوفان الاقصی، 2 تا هدف دارن. 2 تا هدف. 1، افق واقعه. داستان افق واقعه چیه؟ میخوان افق واقعه اشتباه در برداشت نشه. افق واقعه یعنی ایجاد یک واقعی که اینا برنامه دارن انجام بدن، هنوزم نشده، میاد که امریکا رو مجبور، کلمه کلیدی این هست، مجبوره به جنگ با ایران بکنن. بنابراین هدف یکشون مجبور کردن امریکا با جنگ با ایران. چطوری؟ یه حادثه شبیه 9/11 درست بکنن، امریکا مجبور شد وارد جنگ بشه، یعنی نمیتونست نشه. الان به طور مثال دارم میگم، حالا نگید دارم پیشگویی میکنم، نه خیر، پیشگویی نمیکنم، من پیشگو نیستم، نه توپ چیز دارم، کریستال دارم، نه خواب نما میشم، نه وحی بهم میاد، اینا نیست، نه پیشگویی بلدم، نه میکنم، اینا نیست. مثال دارم میزنم. هفته آینده این آیه انتونی بلینکن داره میاد اینجا، وزیر امور خارجه امریکا. اگه این هواپیماشو بزنن با 100 نفر امریکایی درونش و دیدی که راحتی میتونن درست بکنن، همونچه که 9/11 رو کردن. هر چی بن لادن بدبخت داد زد آقا من نبودم، من نکردم، دست ما نبود. گفتن نخیر تو کردی، نخیر تو کردی، هر چی گفت. اینه که مثالشو زدم و امریکا رو، دست امریکا رو میبندن و وارد جنگش میکنن با ایران. بنابراین یکی از 2 هدفشون اینه. 2 تا نباسی مخلوط و مهالودش کرد، خیلی شفاف، متبلور. یکیش اجبار امریکا به جنگ، وارد کردن امریکا به جنگ، و اینم در تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم و اینم هست. 2، غلبه معبدیون بر بابلیون. میخوان بابلیون رو شکست بدن، همونجور که خدمتتون عرض کردم، ولغینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. اینا با هم دشمن هستن، عداوت و البغضاء و کینه دارن از هم. چه داره میگه خداوند؟ و میخوان با معبدیون میخوان بابلیون از بین ببرن. بنابراین خیلی خلاصه بکنیم، 2 تا هدف. یکی اجبار امریکا با جنگ با ایران، نه این زده خوردایی که این ور اونور میشه، نه، منظورم اصلا اینا نیست. حادثه بزرگ، حادثه عظیم، جنگ ایران با امریکا و غلبه بر بابلیون یهود که یا حذفشون بکنن یا تضعیفشون بکنن. این هم مشخص شد دیگه، تکرار نمی کنم. حالا بریم سر قسمت بعدی که یک خطای خطیر و خبطی کبیر داره اتفاق میفته. خطایی خطیر و خبطی کبیر، یعنی یک اشتباه بسیار بزرگی. و اون اینه که به نظر میاد که اسرائیل میخواد ایران رو بکشونه جنگ و گسترش بده و ایران رو بکشونه تو جنگ.
در صورت که اسرائیل هیچ وقت منتظر کسی نمیشینه، اگر بخواد بهانه رو درست میکنه و حمله رو انجام میده. بنابراین اسرائیل نمیخواد جنگ گسترش بده الان. خیلی هم واضحه، بسیار واضحه، نمیخواد انجام بده. اگر ما میبینیم، حالا بعضی ممکنه بگن مثلا کاری که اسرائیل میکنه، مثلا سردار شهید رضی موسوی رو یا اون 12 تن از عزیزان ما که در سیستان و بلوچستان به شهادت رسوندن و خدای نکرده باز هم ادامه میدن، بنابراین یه نفر ممکنه بگه این دقیقاً این حالتیه که میخواد ایران عکس العمل نشون بده که اون وقت اسرائیل عکس العمل نشون بده. اصلا چنین چیزی نیست. اسرائیل میدونه که ایران تو تل بیوف نیست و نقش اونها رو دنبال نمیکنه. اینو خیلی وقت پیش فهمیدن، خیلی وقت پیش اینو فهمیدن و میدونن که نمیکنه ایران. بنابراین چرا میاد این کارو میکنه؟ چون به نظر میاد که اینطوریه، در صورتی که اگه یک لحظه فکر بشه انسان میبینه که اسرائیل به راحتی میتونه بهانه‌شو درست بکنه. جنگ تموز اون 33 روزه رو سر یه بهانه بسیار کوچیکی با حزب الله جنگ شروع کرد. لبنان رو فرستاد به عصر حجر. در اون زمان هم تا فکر میکنم اون جنگ بود که حزب الله اومد از فلسطینیا پشتیبانی بکنه. کوچکترین حرکتی کرد جنگ 33 روزه رو آغاز کردند با حزب الله و اون اولین جنگی بودش که به اصطلاح جنگی بودش که به طور مستقیم با ایران نبود ولی اون حالت رو داشت. بنابراین به راحتی میتونه درست بکنه. و حتی به جنگ بزرگی که بر علیه غزه انجام دادن که فکر می‌کنم اونم تو همون سال 2006 بود، نکتهشون نیست، نکتهش جای دیگه است. اینه که خود سفارت اسرائیل در انگلیس خود مامورای اسرائیل زدند. البته 2 آدم نفهم رو پیدا میکنن که ظاهر اسلامی دارن و چیز دارن، مثلا مسلمونن و اینا، فریبشون میدن، اونا میرن میذارن، اما کسی که هدایت میکنه لوجستیکش و پولش و همه چی رو فراهم میکنه خود اسرائیل بود و اینو بنده خواب ندیدم. خانم انی مچان، مأمور سابق MI5 انگلیس، در این قضیه جزو نزدیکترین اشخاصی بوده، نزدیک به این قضیه بوده. MI5 و نه MI6، MI5 انگلیس. و برید حرفاشو گوش بدید، چون این الان اومده بیرون و زد شده و داره میگه که آقا خود اسرائیل بود. همه میدونستن که چیکار بکنه، بهانه رو درست بکنه. برای اسرائیل میتونه بهانه رو درست بکنه و الان روزانه زد و خورده با حزب الله و به راحتی میتونه فتیله رو بکشه بالا هر لحظه که بخواد و با حوثیان یمن به راحتی میتونه فوری چیز بکنه، گسترش بده جنگو، ولی نمیخواد. الان نمیخواد چون دنبال زدن امریکاست، برای زدن امریکاست، افق واقعه. خب پس چرا مثلا سردار عزیز ما رو چرا میاد در این زمانه که بهتره نکنه؟ الان زمانیه که حالت تشنج و حالت غیرعادی التهاب هست، چرا میاد میکنه؟ اونم دلیل داره. دلیلش میدونه چیه؟ میخواد تنور رو داغ نگه داره.
ایران رو عصبی تحریک شده نگه داره، درست همونجور که میخواد امریکا رو بزنه، امریکا تحریک بشه که کار انجام بده، ایران هم میخواد آماده باشه، تنور داغ باشه، ایران هم حالت عصبی داشته باشه و ملتهب بمونه. همینطور به خاطر همون 12 شهیدی که ما دادیم، این سردار شهید عزیزمون رو که دادیم، میخواد تنوره رو داغ بکنه، نه گسترش بده. آقا این نکته خیلی مهمه ها، تدبر میخواد و فکر میخواد و از روش رد بشیم آقا زود بگیم و بریم نیست. این خیلی نکته ظریفیه، اینو اینجا کمتر باش آشنا هستن. به این میگن سایک آپ، سایک اپریشن، سایکولوژیکال اپریشن. این بخشی از این سایکولوژیکال اپریشنه که اینا دارن انجام میدن که اون طرف مقابلشونو تعادلشو به هم بریزن. هدفشون اینه، اگر سردار عزیز ما رو میزنن گسترش جنگ نیست، هدفشون نگه داشتن امریکا هم بعدا میخوان بزنن. امریکا هم حالا مرتهب دارن میکنن، اونم دارن تمام رو داغ نگه میدارن. الان خدمت شما عرض میکنم چطوری و میان چیکار میکنن که این دوتا آماده باشه برای اون لحظه افق واقعه، افق واقعه، افق واقعه. دهنو بعضی وقتا کف میکنه. الان چند روز پیش یه مقاله‌ای، یک زن یهودی، یه هند جگرخوار که قیافش رو ببینید تنتون میلرزه. ما تنها این یارو نداریم، این آکلت الاکباد رو نداریم، این چیه، این وزوزیه چیه اسمش، به هر صورت این علی نژاد، آره فکر کنم علی نژاده، اینا رو ما نداریم. این قیافه های منحوس شیطانی که آدم میبینه شب خوابش نمیبره، تو خواب تو بیاد آدم کابوس میبینه. و اون شخصیت دیگه یهودی ها هم این اولاد افعی هم از این تیپا دارن. این خانوم جولیت کایم، جولیت کایم، که ما دیکشنری داشتیم، نمیتونه کایم دیکشنری انگلیسی بود، اینم هم اسم همون یهودی است، اونم یهودی بود. جولیت کایم اومده توی مجله آتلانتیک مقاله نوشته، این هند جگرخوار، این خونخوار یه زنه ها، میگن زنها اهل صلحن و اگه زنها بودن و اصلا همه صلح و صفا بود و بزن و بکوب. نگاه کنید ببینید اینا چه جانورانی هستن. این اولاد نژاد افعی زنم هستا. اومده مقاله نوشته که آقا امریکا بایستی آماده جنگ بشه، برای هر چه زودتر وارد جنگ بشه خسارت به تجارت جهانی کمتر میشه. بعدم اومده ادعا میکنه که این به غزه ربطی نداره ها، این تجارت مسئله ما تجارت جهانیه. این حوثی ها، ایران هم تو این مقاله چیزی حدود یه 10-20 باری به کار میبره اسم ایرانو، یکی تجارت جهانی، یکی کلمه ایرانو، میگه آره ما بایستی بریم غزه، به غزه هم ربطی نداره، بایستی نه تنها بزنیم اینا رو،
حوثی‌ها رو بزنیم و ایران هم پشتشونه، بایستی یه کاری بکنیم، چون تجارت جهانی در خطره. و به این آیه لوید آستین میگه که آقا اینی که تو درست کردی که نمیدونم اپریشنی که برای ایجاد پراسپریتی گاردین یا اپریشن پراسپریتی گاردین، یعنی عملیات نگهداری و پاسبانی از رفاه و رونق و شکوفایی جهانی، اسمشون اینو گذاشتن. میگه این کافی نیست، چون الان یه گروهی درست کردن که محافظت بکنن از این قضیه کانال سوئز و تا باب المندب که میاد. میگه این کافی نیست، بایستی شدیدتر عمل کنی، تجارت جهانی در خطره. و اومده بعد یه رفیقی هم داره، یه رفیق اونم از نژاد افعیه، از این شجره ملعونه، اریک روزنباخ. میگه اینم اومده، میدونی به من چی گفته؟ گفته ممکنه که ریسک این باشه که ما با ایران وارد جنگ بشیم، اما خطر این ریسک قابل قبولتر از تحمل اوضاع کنونی است. که مثلا در باب المندب و اینا عملیاتی انجام دادن، این اصلا غیر قابل قبوله. میگه جنگ، توی مقاله میگه جنگ تجاری جهانی آغاز شده است. جنگ تجاری جهانی آغاز شده است، امریکا باید ورود کند. ببینید چی میگن. یعنی مقاله مهمیه ها، اگر نبود بنده اینجا خدمت شما نمیگفتم. اینان که امریکا رو میگردونن، این تیپون مثل این هند جگرخوار، جولیت کایم، نه این بایدن پوشک پوش که راه نمیتونه بره، نیست آیون. اینا لولو سر خرمنن، اینا هیچ گونه ارزشی ندارن. اینا رو منتسب میکنن. همه رئیس جمهورهای امریکا از طریق اولاد شیطان که حضرت عیسی اینا رو اولاد شیطان خطاب میکنه و حضرت یحیی تعمید کننده اینها رو میگه نژاد افعی هستید، اینا رو همه رئیس جمهورها رو میزنن سر کار، هیچ کارن. حالا یکی تو اینا بر میخوره، مثل این یارو ترامپ نمیفهمه، یه غلطایی میکنه که دیدیم که چیکار کردن، که چی شد، یه دوره ای شد و این شد. این خانم جولیت کایم خبر نداره که یمن از 10 علائم آخر زمان هست و گفته میشه در احادیث و امام صادق علیه السلام میفرمایند که از یمن آتیشی برپا می شود که تمام دنیا را خواهد گرفت. داستان اینجا ما صحبتمون راجع به این قضیه کلان تموم شد. کلان راجع به اینا که گفتم به این شکلی که آقا اینا با این خواب خودشونو به خواب زدن، بهانه رو ایجاد بکنن، شاهکار زدن با اون مسائلی که خدمتتون عرض کردم. اهدافشون هم به شما خدمت شما عرض کردم، 2 هدف دارن و این خطای خطیر هم من خدمت شما عرض کردم که داستان این نیست، دنبال گسترش نیستن، اینا دنبال اون افق واقعه هستن. این هستیم. صحبت ما اینجا تموم شد. اما حالا یه صحبتی دارم خصوصی ولی اگه میخواید تشریف داشته باشید ما خیلی هم خوشحال میشیم. با این اولاد افعی، با این شجره ملعونه،
با این لعنت شدگان زمین. که میخوام با صحبت خصوصی حالا شما تشریف داشته باشید، خوشحال میشیم. ای بچه خوران، ای بچه خوران، واقعا میگم بچه خور، منظورم بچه خوره، بچه کش نیست. ای بچه خوران، ای چشم سفیدها، ای گردن شقها. خداوند فرماید لتعلن علوا کبیرا، لتعلن علوا کبیرا میکنید، یعنی خیلی دیگه خودتون رو بالا میبینید و بالا فکر میکنید. خیلی لتعلن علوا کبیرا. اما خداوند چی میفرماید؟ میگه و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. و اینو در کجا میگه؟ در مورد حضرت عیسی میگه. حضرت عیسی حکمت الله اومده بود، مسیح یعنی حاکم خدا بود و شما میدونستید، شما خوب خبر داشتید که این حضرت عیسی این همون مسیحیه که خداوند این همه در تورات در موردش گفته شده و قولش داده و میدونستید و قصد جانشو کردید. البته هدفتون چیز دیگه بود. و خداوند و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. میدونید چرا خداوند اینو میگه؟ برای اینکه اون نیکودموستون بود که فرستاده بودید اون حقه باز بالاتون رو فرستاده بودید که اون کلک رو بزنه. خداوند کلکی به اون زد، به نیکودموس زد و یه خونه تقلبی تحویلتون داد. شما این خونه رو برداشتید رفتید و یه عمری دارید روش کار میکنید. من برای همین گفتم که میبخشید، منظورم اینو این یهود میفهمه که دارم چی میگم. اون خونه رو که بهتون داده شد اون خونه تقلبیه. اگر نیوز فور یو، اون خونه تقلبیه. به خاطر همین خداوند میگه و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اما شما رفتید سال 23 سپتامبر 2017 رمفن رو شکافتید. رمفن رو شکافتید سپتامبر 23 2017. شما میدونید و ما هم اینجا میدونیم، تا شما فهم کنید ما ها نمیدونیم. اونایی که باید بدونن میدونن، اینجا متوجه هستید؟ میدونن. و در چیپ‌های هم حتی گذاشته شده که انسان‌های بیشتری بدونن، جایی گذاشته شده. رفتید این رنفنه رو شکافتید، بعد اومدید قدس هم پایتخت خودتون کردید. یه احمقی مثل این ترامپ هم پیدا کردید و قدس هم پایتخت خودتون کردید. به اخطارهای خداوند گوش ندادید. حالا جلوتر بهتون میگم اخطارهای خداوند چی بود. خداوند چی گفت؟ گفت حرام علی قریة اهلکنها و هم لا یرجعون. ما این قریه قدس رو برای شما حرام کردیم و هم لا یرجعون، دیگه بر نگردید. ولی شما و جای دیگه خداوند میگه و عسى ربکم ان یرحمکم و ان اتم ادنا. گفت برید گورتون رو گم کنید، شاید ولتون کنم، رحم کنم بهتون، اما اگر ان اتم ادنا برگردید بر میگردم.
ولی شما چی شده؟ رفتیم که ما اونجا رنفن رو شکافتیم از طریق سرن. یه ماده پاده هم جور کردیم، خیالمون راحته، ما چیزایی داریم. مغز فاسد بدبخت نفهم نمیدونی که با قدرت الهی طرفه، که همه اینا دست ایش خداونده. پس یه ماده پاده جور کردید، در تارتاروس هم باز کردید، باباتون رو در آوردید از اونجا، عزازل و مزازل و شمیازا و اینا رو هم درشون آوردید. از همه مهمتر بابای اصلیتون رو از اونجا در آوردید. آبایی که گفته بابادن، اون باباتونه، بابادنه. اونایی که هستیم اونو میدونید. فهم میخوام بگم که ما هم میدونیم، اینجا هم میدونیم، کسایی که باید بدونن میدونن و توی چیزایی هم گذاشته شده، ولی اونایی که باید بدونن میدونن. اون آبادنتونم بابادنتونه، اونم در آوردید دیگه. میگید ما لتعلن علوا کبیرا. حالا برنامه ریختید که بریم یه جنگ سفازی علیه ایران شروع بکنیم، حکومت الله. یک جنگ سفازی بر علیه حکومت الله ایجاد بکنیم. و تو خیال خودتون هم میگیم ما که سرنو داریم و اون داستانو که داریم و این درار هم که باز کردیم و همه داستان آماده است، بریم برای ملحمه بزنیم تو کارش. اینقدر نفهم هستید. فکر می‌کنیم که خب حضرت عیسی رو که دیدی چه کردیم؟ حضرت عیسی رو خدا برد، بهتون بیا چیز تقلبی، خون تقلبی داد. نفهم های ترسو آدم خور. ای اولاد شیطان که هم ملت دنیا رو به فساد، همه جا رو شما غصب کردید. تنها فلسطین رو غصب نکردید، امریکا رو غصب کردید، دنیا رو شما غصب کردید. اینه که حالا دنبال جنگ سفازی هستید بر علیه حکومت الله. سفازی دفعه سوم گفتم اینو. برای اینکه میدونی چرا؟ برای اینکه کابالا زیاد خوندید. هی کابالا بخونید، بعد خون پسر بچه ها رو تو دخمه ها خیلی نوشیدید، مست شدید. میدونید چی میگم؟ ماتسود هم از زیادی خوردید، نشه شدید، زدید به سیم آخر رفته بالا، یه خیالاتی دارید. بهتری که یه کمی هم قرآن بخونید. همونطور که براتون گفتم در قرآن خداوند ما، خداوند آسمان ها و زمین و آنچه که در بینشون هست میفرمایند عسى ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا. و جای دیگه هم میگه حرام علی قریة اهلکناها و هم لا یرجعون. تو شما چه سفید هستید. میگید ما عیسی رو دیدی چه کردیم؟ عیسی احمق خواب پلن بی خداوند بزرگ بود از طریق از طریق بنی اسرائیل. خداوند پلن بی هم داشته و داره، اونم از طریق یه راه دیگه ای هست، امامان معصوم ما هستش. و دیگه الان اون غلط رو اون زمان هم نتونستید غلطی بکنید، الان دیگه مچتون گرفته خواهد شد. و این تو بمیری اون تو بمیری نیست.
واقعا تو بمیریه. این تو میری اون تو میری نیست. پوزتون خورد خواهد شد و معدتون پر از دندانهایتون خواهد شد. ولی شما چش سفیدید و گردن شق. بنابراین ماییم و نوای الهی، بسم الله اگر حریف مایی. ماییم و نوای الهی، بسم الله اگر حریف مایی. ما خداوند متعال رو داریم، قدرت مطلق. آقای امام زمان رو داریم و حضرت آقا رو داریم.